الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الحليم وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از خداوندی که بسیار بسیار مهربان است، بی نهایت رحیم است، کریم است. خواهان او هستم که خدای مهربان میل‌های ما و شما را، محبت‌های ما و شما را به سوی این دینی که الله مهربان از این دین رضاست، از پیروای این دین خوشنود است. خداوند محبت و صدق ما را به سوی این دین زیاد بگرداند و از الله مهربان خواهان او هستم که خداوند هر روز هر ساعت پیروان این دین را در روی عالم زیاد بگرداند و از الله مهربان خواهان او هستم که خداوند عمرهای شما را زیاد گرداند. البته برادران عزیز و گرامی، الله میگه لقد خلقنا الانسان فی کبد، ما انسان در رنج آفریدیم. که زندگی حیات بی رنج نمی شود، بی مشکلات نمی شود. اگر یک بار ما از تاریخ پیامبرها نگاه کنیم که اگر از رنجها و از مشکلاتها کسی خالی میماند، هر آینه همون پیامبرها که محبوب ترین بندگان خدا بودند، به الله نزدیک بودند، همونها از این رنجها آسوده میماندند، مبتلا نمیشدند. لیکن حیات اونها هم پر از رنج ها بود، پر از مشکلات ها بود. از خدای مهربان خواهان او هستم که خداوند مشکلات ها و رنج هایی که در حیات هست، در عبادت هست، خداوند اینها را برای ما و شما طی کردنش را آسان بگرداند و خداوند برای ما صبر دهد که در این مشکلات هایی که در این دنیاست، در عمرهامون هست، خداوند برای ما و شما آسانش بگرداند. و از الله مهربان خواهان او هستم که خداوند که شما ساعت میابین، وقت میابین، این برنامه ها را گوش میکنین و لذت هم میبرین، باز دعا هم میکنین که خداوند این گونه برنامه ها زیاد باشد. این از توفیق شما هست، این از نشانه بندگی شما هست. خداوند در عوض این برای هر یک کدام شما اجر و ثواب نویسد. خدای مهربان گذشتگانتون رحمت و مغفرت کند، بیماری هاتون شفای کامل دهد، بیماری ها را شفای کامل دهد خداوند. و الله مهربان همه دادرها و خواهرای ما که در مهاجرت هستند، خداوند کارهاتون آسان کند. خداوند
برای شما در همون ملک ها هم امکانیت های خوب نصیب کند. از سرگردانی ها و از بسیاری مشکلات هایی که هست الله مهربان شما را حفظ کند. کاراتون را کشایش دهد، برار دهد. خدا از ضررهایی که چی زمینی باشد چی آسمانی باشد همگانتون را نگهبان باشد. و خدای مهربان صحت و سلامت بر این دیار خودتان، بر این وطن خودتان آمدن نصیبتان گرداند. خدای مهربان را دعا کنیم که ملک ما و شما را همیشه تینج و آسوده نگه بدارد. خدای مهربان از جمیع زیانها، از جمیع ضررها خداوند این وطن ما و شما را حفظ کند. کسانی که برای بهبود این سرزمین، برای آبادی این سرزمین، برای آرامی این سرزمین آرزوها دارند، خواهشها دارند، زحمتها دارند، خدایا در حفظ امان نگهشون دار. کسانی که مقصدهای بسیار ناپاک دارند، بسیار مقصدهای نادرستی دارند، برای ضرر رسانیدن، برای ناآرام کردن، خدایا هیچ وقت اینها را به این مقصدهای ناپاکشان نرسانی. الله مهربان عاقبت هممون به خیر و ایمان هامون با سلامت نگه دارد. برادران و خواهران عزیز، در این لحظه خواستم که چندین سوال هایی که در پیش من هست من نوبت به نوبت میخوانم و جواب اینها را بر یکایک شما میرسانم و انشاءالله همیشه گمانم همین است که بعد گوش کردن این سوال ها انشاءالله شما هم از سوال دادگیتان قناعتمند میشین و همچنان شما می توانید که با سوال هاتون هم در همین شبکه‌ای که اختیار کردیم به نام نور تیوی شما سوال هاتون ارسال کنید. انشاءالله اگر یگان درد و یگان غم و یگان مشکلات اگر بالامون نآید من حاضر کوشش دارم در هر ماه قریب تا 4 بار سوال های شما را من جواب گردانیستم و در بین های اینها کوشش کردیستم که امکان بیاوم با بعضی موضوع ها را هم تا 1 ساعت یا زیادتر یا کمتر برای شما صحبت هم داشته باشم. و برادران عزیز از این شبکه هم دستگیری کنین. خدا خواهد انشاءالله با برای پیشروی های ما و شما و برای کارهامون نیک شدن هم خدا خواهد این هم مهم است. الله همتون نگهبان باشد. میایم به سری سوال هایی که پیش منه. یکم سوال: من 4 فرزند دارم. شوهرم بسیار زنا میکند. عکس و ویدیو کرده بر من میفرستد. دیگر طاقت ندارم. با من مصلحت دهید چیکار کنم؟ من یک زن مهاجرم. برادران عزیز این زن سوالش همین است که شوهرش با زنهای بیگانه دست به کار حرام میزند، با همونها را مقصد ویدیو میکند، صورت میگیرد و بر زن نکاحی خودش روان میکند که مقصد ببین. آیا بر من چی مصلحت میدی؟ من بسیار باور کنیم برادران و خواهران عزیز، آفرین میگم به همون زنهایی که در این خیل کارهای خیلی بدبختانه اینها صبر میکنن.
که وقتی که دست به یک کاری که در او غضب خدا هست، در او ویرانشوی عائله هست، با اونها را تو مقصد ویدیو میکنی و صورت میکنی و بر زنت مقصد روان میکنی که ببین که یعنی من با چی کار آواره هستم، با چی کارها مشغول هستم. از این لحاظ شاید اینقدر تو مردکی دیوس باشی، اینقدر مردکی بیناموس باشی که شاید این صورتها را تو روان کنی که یعنی مادامی که من به این کار که دست میزنم تو هم به همین کار دست بزن. معناش همینه. ولی بسیاری از برادرها مرا زنگ میزنن که مرا زنم حقارت کرد، حقارتم کرد، پدر ما حقارت کرد، مادر ما حقارت کرد. بعد من میپرسم از پیش خود یک باره میخیل حقارت کرد یا یکون جنجال کردی؟ نمیگه جنجال کردی. بعد در جنجال تو چی گفتی؟ خی من مقصد زن ما حقارت کم، پدرش حقارت کم، مادرش حقارت کم. خی باز تو چی را انتظاری داری؟ وقتی پدرش حقارت کردی، مادرش حقارت کردی، خودش حقارت کردی، اکو باید ویم در جواب به تو چیزی گوید کو. این دیگر حاضر این طاقت ها و آن صبرهایی که مقصد شما مادری او را، پدری او را، اولادی او را چه حقارت های وزنی نمیکردین و اونها صبر میکردن یا چیزی نمیگفتن، حاضره این زنهایی که هستن دیگر تاب ایره ندارن. مجبور میشوند که پدری ترم، مادری ترم، خودی ترم حقارت کنن. در اینجا من زنک هم گناهگار گفتن نمیتونم. برای چی؟ برای که او را به همین حالت آوردگی تو هستی. چیزی که برای تو مادر و پدرت عزیز است، برای ویم پدر و مادر عزیزه. یکم ترک و همی سخنهای من را فکر کن، یکم تر اندیشه کن که مقصد بلی آخی من وقتی پدری ویا مادری ویا حقارت میکنم این چی معنی داره؟ یعنی وی پدر و مادر برای او عزیز نیست؟ یا باید که همین فقط حقی تو هست که باید وی حقارت کنی و وی گوش کنه تمام؟ نه، این دیگر این زمان ها گذشت. دیگر این طاقت ها برادر عزیز از بین رفت. برای همین خواهی که اگر زن حقارتت نکنه، خواهی که پدر و مادری ترم حقارت نکنه، زندگی به این شکل نمیشه. انا همین ایرا که مردم گفتن نمیشه، یک نامرد است، یک آدمی بگیم خیلی و خیلی آدمی پست است که کردارهای زیشتی خطه با زنت روان میکنی. برای همین خواهر عزیز تو میتونی که این رسم ها را همون پدرش دا مادرش دا ارسال کو، نزدیکاش دا نشان بده که اینا فرزند شما مقصد به چی کارها مشغوله. و تو حق داری خواهر عزیز که اگر امکانیتی داشته باشی که به این زندگی تگذرانی، با این خیل انسانی بسیار بگیم آلوده این بدبختی ها زندگی نکنی، هم حق داری، این حق داری. لیکن اگر به شرط این آدم بعد این اگر توبه کنه و بگر مقصد من تمام و دیگر خیلی بخشیدنش هم حق داری. لیکن حتما این صورت ها را برده مادرش دا، پدرش دا، همون اپا و خواهر نزدیکا و رفیقا و کسی باشد، شما اونا دا نشان تین که اینا مثال چیزی که برای من روان بکنه. پگاه اگر یک زندگیتون ویران هم که شود،
اونها مقصد در راستی تو گمانی بد پیدا نکنن. الله صبرت یاد خواهر عزیز. سوال دیگری که آمده است میگه صدقه را با کدام ملتی که کنی قبول می شود یا نه؟ البته برادران عزیز، صدقه مقصد ما فقط زکات را یا صدقه فطر را به آدمانی که پیروی از دین اسلام ندارن به اونها دادن نمیتونه. اگر بتیم هم از گردنمون زکات یا صدقه فطر ساقط نمیشود. ولی غیر این صدقه هایی که مثال شما دستی اونها را میگیرین، یعنی در مثال مهاجرت باشین، مثال در روسیه باشین یا در دیگر دولت ها باشین، دستی همون مردمی که مسلمان هم که نباشن شما یگان چیزی برای اونها خیر کنین، این بهترین است. انشاءالله این هم از شما قبول است. من در روسیه در یکی از شهرها در یک مغازه در آمدیم، گفتن که همین روز جمعه بچه ها در روسیه برای موی سفیدها و برای همون زنهای پیرانسال کمپیرها بگیم از مردم روس روزهای جمعه به پول کردگی، یعنی اونها میان در همونجا خلیب میگیرن، مسکه میگیرن، کلبسه میگیرن، چیزی میگیرن. همین تاجیکای ما و شما مبلغای اونها را نمیگرفته است. خوش به حالتان برادران عزیز. باور کنین با این کارتون شما میدونین چقدر مثال آبروی همین ملت هم، آبروی مسلمان هم چقدر بالا میبرین. الله خیرتون بده. این کارها را شما در حق اونا کنین. یا در همسایگی که مردمی بدین زندگی میکنن، شما از خانهاتون هر چیزی که میماند، میوه باشد، شیرینی باشد یا خراب باشد، با اونها رابطه کنین، با اونها رفت و آمد کنین. اونها را مقصد از طعامتان یا اینکه امکانیتتان باشد مثال یگان مالی و پولی یاردم کردن یاردم کنین، ثواب میگیرین پیش خدای مهربان. فقط از صدقه هایی که فرضی و واجبی هن که من گفتم یکی زکات است، یکی مقصد انا بگیم صدقه فطر هست، اینها را در غیر مثال مردم مسلمان دادن در کار نیست. دیگر خیرهایی که مثال هست، بسیار خیرها، بسیار دستگیری که شما دست بگیرید. حتی شما میتونید این حاضر به نزدیکی عید قربانه، شما وقتی قربانی میکنین از گوشت های قربانی تان برین بتینشون، انشاءالله ثواب میگیرین، بهترین خدمت میشود. الله برکتون تید. همین کار را بکنین. اگر همسایه باشه با یک حق همسایگی هم دارن و شما در ملکای همونا هستی. برای همین از رفتارهای خوبتان، از دستگیری هاتان، حتی اگر در راست شما یک از بدبینی هم که پیدا کنه، خود همین روزها از شما با پشتیبانی میکنن که مقصد این آدم دا این خیل گمانا پیدا نکنه که این یعنی همین آبادی محله ما همینه. الله برکتون تیدو در از. سوال دیگری که آمده است میگویند که حدیث پیغمبر است که کسی در حالت بوسکشی از دنیا گذرد به ایمان میگذرد. آیا این درست است؟ یعنی در حالت بوسکشی اگر همون نفرهایی که در همون میدانن بوز میکشن اگر کسی گذشت میگه یعنی گویا که وای حرام مرده باشد. نه برادران عزیز، این گپ خطا هست. فقط من برای آدمانی که بوز میکشن به همین کار بسیار شغل دارن، محبت دارن، این قدر گفتنیم که برادران عزیز و گرامی، شما در همون حالتی که به همین کار سرگرمی همین کارین، برای چی بوزکشی را تا این روزا مقصد نادرست میگن؟ علتش در همینه که وقتی که در حق حیوان ها جبر می شود، یعنی وقتی که همون اسب بینین، ما که در نوارها دیدم، من راستی اولی خیلی زنده شد تماشا نکردم، لیکن در نوارها می بینیم که در سر اسب
در میان اسب، در پشت اسب، حتی در پهلود رقیبی که مثال میخواهد هم بزای تو گیرد، او کسا با همو قمچین زدن، حقارت کردن. بینین خیلی و خیلی برادرای عزیز انا همین کارها بگیم الکی همین بوزکشی را از نگاه دین نادرست کردگی. ولی کسی در این معرکه اکای دنیا گذرد و حرام میبرد، نه برادران عزیز، و به ایمان نمیبرد. یعنی در اینجا به ایمان مردن نیست، یا در اینجا نامسلمان مردن نیست، و الحمدلله و مسلمان هست. فقط از همین کار همین معرکه را خالی کنین، انشاءالله بسیار بد نیک می شود، بسیار خوب می شود. الهی مهربان نگهبانتون باشه. دیگر سوال، من مردم، خب بسیار شوق اکتیاری دارم، اسلام چی میگوید با این کسب؟ اکو این هم یک استعداده برادر عزیز، همین اکتیاری هم خودش یک استعداده. ولی شما بینین بسیاری نوارهایی هستن که مقصد اکتیارهای ما هنرمند گفته، اگه اکتیارش همین هنرمندان، هنرمندان ما در همون نقش ها عجیب مثال میبازن، مثال نقش پدر، نقش مادر. بینین یک زمانهای در دوره های شوروی یک برنامه بود به نام بی‌غرض پند که بسیار مخلصای زیاد داشت. یعنی عبارت از اول تا با آخر همون نقش هایی را که هنرمندا بازی میکردن، انا هنرشون نشان میدادن، برای مردم بسیار تاثیر کلان میگذاشتن. یعنی یک نوار را نگاه کردنم از باور کنین از گوش کردن در نوار نگاه کردن آدم سیاه متاثر می شود. یا یک فیلم هایی که مثال امروز برآمده است، این فیلم های اصحاب کهف من تماشا کردم، فیلم هایی که از حضرت عمر برآمده است، از حضرت ابوبکر برآمده است، فیلمی دیدم از عمر ابن عبدالعزیز، فیلمی ایمان آوردن حضرت بلال. بین خود مثال فیلمی که انا از پیامبری خودمان فقط اشترش نشان میتید، یعنی در نقش پیامبرمان یعنی هیچ کس نمیگذارن. و یک کینوی بسیار مشهوری دیگر هم به نام حضرت یوسف برآمد که مردم چقدر در او مثال، حتی حاضر اینا یک کینوی ترکیه که می رود بسیار مخلصای زیاد دارد، با که یکی از نقش های اساسی دمون انا ارطغرل است. همون کس مثال می بازد که چخیل برقرار کردن اسلام، چقدر مثال مشکلات هایی که انا در بین مسلمان و غیر مسلمان بود. یعنی همون نقش ها را همون هنرمندا می بازند. برای همین اگر شما در شما همین استعداد باشد، شما ایرا البته به البته خوانید، دوام تید. با این هم مثال شما میتونید که خدمت در هم ملتتون کنین، هم در دینتون کنین، هم مردم مقصد از شما عبرت میگیرن. بسیار خوب میشود برادر عزیز. خب سوال دیگری که آمده است، یتیمی که در طفلی عذاب بسیار میکشد و وقتی با بلاغت رسد ناخواست گناه کند و هر روز استغفار بی‌ایست کند، آیا گناهش بخشیده می شود؟ برادر عزیز و گرامی، نه تنها یتیم، هر کسی نباشد، وقتی یک گناهی در مرتکب شید، یک گناهی در مقصد دست زد، بعد این گناه رو به سوی خدا بیارد و بگد الله مهربان حقیقتا من از همین گناه کردگیم پشیمان شدم، خدای مهربان گناه ما ببخش. دویم باره مقصد من به این گناه دیگر رجوع نمیکنم، البته گناهش بخشیده میشه. برادرها خواهرای عزیز، کدامید که تا همین روز، تا زمانی که صدای مرا میشنوید، به هر گناهی که تو اگر آلوده بودی
همین یک لحظه نشین و به طرف الله طلب استغفار کن، استغفرالله بگو، یا بگو که خدای توبه کردم، خدای ببخشم، خدایا مقصد حقیقت تا امروز من چی گناهایی نبود که نکرده باشم، مرا ببخش. الله تو را میبخشد. ولی یک قصه به یادم آمد در کتاب کبایر ذهبی میگه یک زن پیش حضرت موسی آمد، گفت که حضرت موسی من یک گناه وزنی کردم. گفت چی گناه کردی؟ گفت زنا کردم. بعد زنا گفت حامله دار شدم و این حمل ما گفت تولد کردم و بردم زیر کشتمش و زیر خاکش کردم. امروز آمدم پیش شما که در حق من از الله طلب مغفرت کنم. میگه حضرت موسی بعد شنیدن این بسیار غضبناک شد، بسیار ناراحت شد. گفت خیز از پیشم. گفت دفع شو. گفت بیرون شو. گفت تا از نزد خدا گفت سنگ از آسمان نبارد. وقتی میگه این زن از نزد موسی بیرون شد، میگه الله مهربان جبرائیل روان کرد. گفت بگو به موسی که چرا بنده من برای طلب مغفرت آمد و تو او را گفت از پیشت راندی. برای مقصد از دنبال زن برای و بگو که من از جانب تو از الله طلب مغفرت میکنم. بر همین عزیزای خدا میگفتم باز باز هر آنچه هستی باز گر کافر و گبر و بت پرستی باز این درگاه ما درگاه ناامیدی نیست. 100 بار اگر توبه شکستی باز ببینین. برای همین انشاءالله توبه شوینده همه گناه است. تا امروز عرق نوشیدی، زناکاری کردی، تا امروز مقصد چی کاری نکرده باشی و سوی الله بگرد. همه اون گناهایی که تا امروز کرده بودی همش به نیکی مبدل می شود. خدا این خیلی ذات بزرگه. سوال دیگر، شکل خواندن جنازه نیت برای زن یا طفل و یا نیت از پشت امام رو می گفتید. التماس بابای حاجی خیلی مهم است. دیگری سوال کردن که نیت نماز جنازه خود زن، خود مرد، خود طفل، خود دخترک باشد، خود بچه‌ک باشد، مثلا چگونه؟ برادرای عزیز، در نماز جنازه از همه مهم همون 4 تکبیره. خودش نماز جنازه عبارت از دعا است. نماز جنازه حکمش ویم فرض کفایه. فرض کفایهش معناش همینه که اگر ما 10 کس باشیم، یک کس که جانب ما رفته در اون جنازه اشتراک کند، ای گردن 9 کس ساقط. اینا میگن فرض کفایه. برای همین یعنی عبارت همین 4 تکبیرش مهمه. همین 4 تکبیر مهمه. یعنی وقتی که ما آمدیم، امام در راست همون سینه مرده میستد و همونجا نیت میکنه. نیت کردن بگذارن 4 تکبیری صلات جنازه. روی آوردن به قبله، قبله به جهت کعبه، خالصا لله تعالی الله اکبر. ولی مقتدی ها باشن همونجا در یک چیزا که دیگه زن میکنن که اقتدا کردیم به امام حاضر ایستاده، الله اکبر گفته، یکم بارده دستامون میبرداریم و میبندیم. دیگر دستامون بعد اینجا سبحانک اللهم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا اله غیرک. ایرا میخونیم، امام میخونه، ما میخونیم. امام الله اکبر که گفت، ما هم الله اکبر میگیم. انمی تکبیرها را گفتن برادرای عزیز، ای همه مهم در جنازه همینه، تکبیرها را گفتن. زیرا که آدمی که اگر بیاد مثال 3 یا 4 رکعت دیرا کند، بیا که 2 تکبیر اول گفته شده است.
همینجا باید چه خیلی قضا داره میره. میگه امام که سلام دادی سلام نمیته، یک بار تکبیر درکه باشی یا دو بار دو تکبیر درکه باشی یا سه تکبیر، همینجا میگویی الله اکبر الله اکبر الله اکبر، بعد السلام علیکم میگویی. انا قضا داشتن همون تکبیرهای فوت شده به همین شکله. برای همین سبحان کلام را خواندی الله اکبر میگی. بعد از او اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. اینجا دم با الله اکبر امام میگه، ما هم میگیم. انا که چهارم ده بعد دعا میکنیم. اونهاش هم که دعا بودن، ولی چهارم ده بعد انا برای آدمای کلان، خواه مرد باشه خواه زن، یعنی آدمایی که سین بلاغت در رسیدن، خرد نیستن. اللهم اغفر لحینا و میتنا و شاهدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا. اللهم من احییته منا فاحییه علی الاسلام و من توفیته منا فتوفه علی الایمان. انامینم برادرای عزیز هم در سنن امام ترمذی آمده است و هم در سنن ابو داود آمده است. همین دعایی که من خواندم. باز برادرای عزیز و گرامی برای با پرتر معلومات پیدا کردن تون، انا در سنن ابو داود در حدیث 3201 آمده است، در سنن ترمذی در 1024 آمده است. ولی در صحیح مسلم و با در سنن ترمذی از جناب عوف ابن مالک اشجعی آمده است که پیامبر را در یک جنازه شنیدم که این گونه دعا کردن در جای همین اللهم اغفر لحینا. اگر این دعا را که کنین جایز بده است. اللهم اغفر له وارحمه وعافیه واعف عنه واکرم نزوله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار. أنا من عوف ابن مالک اشجعی میگه من همین دعا را از پیغمبر در یک جنازه شنیدم. بعد چی میگه همین عوف ابن مالک اشجعی؟ میگه گفتم ای کاش که در جای همون مرده من میشدم که اینقدر خیری که پیامبر در این داخل دعا در حق این مرده کرد، کاش که در جای مرده من میشدم. یعنی این ترشم برادر عزیز هست که اگر از اینها شما مثال استفاده برید. ولی برای کودک اگر بچه باشد میگیم اللهم جعل هلنا فرتاو و جعل هلنا اجرا و زخرا و جعل هلنا شافعا و مشفعا. اگر دختر باشه فقط ضمیرهای عوض میشود. اینجا اللهم جعل هلنا گفتیم دخترک ده، اللهم جعل هلنا فرتا و جعل هلنا اجرا و زخرا و جعل هلنا شافعتا و مشفعتا. در دخترها این طریق دعا فقط همون ضمیرها برادر عزیز فرق میکنه. خب سوال دیگری آمده است. پسر زنا کند در وقت زنگیری با او چه دختر نصیب می شود؟ بسیار ضرور است. اکی یک کار از برادرای عزیز که بسیاری بچه هایی که گویم بسیار با کارهای نادرست، بسیار با یک خصلت های بد مشغولند، با اینها در زمان زنگیریشون با از دخترهای بسیار خانشین و دخترهای مقصد بسیار بگیم اکو حاضره ده که میکابند،
از دخترهای خانه مقصد بخواهند انتخاب کنند. یکی برادر عزیز و گرامی، مصلحت من به شما همین است که وقتی شما اگر دست به زنا بزنید، بعدا زن بگیرید، این زنا به خودش یک بگیم با در همون آدم یک شیرینی داره که هم یک با میل داره، با یک بگیم عادت می شود. انمی بدبختی داره که دیگه زنم که بگیری علاقه در خونی تو یا در اندیشه تو همون کارهای حرام هست. برای همین در زندگی بسیار خلال کلان میتن. سوال دیگر، پدرم بسیار شراب میخورد، در خانه بدبختی های زیاد میکند. با او میگوییم که بس کن، میگد 60 که در آمدن بس میکنم. حاضر 52 ساله است، چیکار کنیم بابا جان؟ اکو برادری عزیز، بگیم حاضر کنیم اگر بگیم این 52 سال این مردک عرق نوشید، اگر 60 نیت که باشه 8 سالی دیگه مونده. اگر 8 سالی دیگه در برابر 52 سال، این 8 سال شما گپی نیست. اگر به شرطی که اینجا در شما بگینش که به شرطی که پدر اگر تو این تصمیمی که گرفته، این نیتی که گرفته، اگر به شرطی که تو به 60 برسی، اگر به شرطی که در همون 60 اگر تو از همین کار دست بکشی. لیکن از خدا امید است برادرای عزیز، وقتی شما اوری فرزندو داشته باشد، شما میتونید که صد راه این را گیرید. یعنی این کار یگان منفعت نداره. من دانم که در سلامتیت خوب باشه، من دانم که در کار یگان برای برکتیه، بگم که خیلی چقش نشین. لیکن اگه پدرای عزیز یا مادرای عزیز، آخی شما یک سرمشقی یا یک مثال یا یک بگیم سرپوشه خانه، وقتی شما با این کارها دست میزنین، بعدا مثال ای فرزندا شما چی طلب دارین دیگه؟ عمر با 52 رسید، خدا پرده کنه در همین بین یک که بیمار میشه، بعد دوامی عمر تا دیگه فرزندا اهمیت نمیتن، میگه خیلی پدری ما یک آدم شراب نوش بود، دیگه حرمتت نمیکنه، احترامت نمیکنه، بیمارداریت نمیکنه. انا همین چیزهای زیشتش همینه. برای همین مادامی که فرزندا خواهش کردن، ما هم شما خواهش میکنیم که از این کارها دست بکشید. این کارها یگان خیری ندارن. خب سوالی آمده است در مسئله قسم، مقصد برای ما گپ زنیم که آیا وقتی که ما قسم میخوریم چگونه قسم بخوریم؟ برادرای عزیز و گرامی، من در اینجا پیشم کتاب دارم، مسئله قسم. مسئله قسم خب آمده است که و حروف القسم، حرف هایی که باید با او قسم خورده شود، الواو والباء و تا، یعنی حرف هایی که بگیم با او قسم خورده می شود، واو با تا، یعنی واللهی، باللهی و تاللهی، که هر سیشم با آیت های قرآن هم در اینجا پیش من هست. یکی سوره انعام آیت 23، یکی سوره یوسف آیت 85 و همچنان سوره توبه آیت 74. همین سه سوره که من نام گرفتم، رقماش گرفتم، در همین ها با واللهی، باللهی، تاللهی قسم خوردن، یعنی خداوند در قرآن با همین طرز آورده. برای شما میتونید که با واللهی و باللهی و تاللهی قسم خورین، انشالله قسم شما یعنی اعتبار دارد و با این قسم هم شما پیش خداوند گناهگار نمیشین. لیکن اگر قسماتون نادرست و دروغ باشد، با این قسم حانیس میشین.
گناهگار میشین و کفارت دارد. خب خوشتومانه که کلین خانشین را و کلین کارگر دولتی را جدا میکند و کلین خانشینش را در پیش دیگرها پس میزند. شما چی میگویید؟ اگه ما گپا در راست همه مادرهایی که صاحب کلینن، من بسیار برنامه ها دارم، بسیار گفتم، تاکید کردم. همون گفتی عزیزا یک نکته بس است اگر شعور است. انشاءالله شما از همونها اگر پیگیری کنین، نگاه کنین، خدا خواهد در همونجا من مصلحت دادم که هر یک زنی که صاحب کلین شد کلین ها را احترام کنه. کلین ها هم باید که خوشتومان ها را احترام کنن. خدا خواهد اگر احترام از دو طرف شود همه نور بالای نور می شود. سوال دیگر: بابا جان دختری خوردی خاله ام از مادرم شیر خورده است و برادر من از خاله من میتواند که دختری کلانی خاله ما بزنی گیرد؟ جوابش رو بسیار برای ما مهم است. یعنی اگر به شرطی که دو برادرن، مثال احمد و محمود، همین احمد از فاطمه مقصد شیر می نوشد، اکو احمد فرزندی رضاعی امو خانه می شود، یعنی فرزندی شیرخواره امو خانه ای دیگه. برای احمد اجازت نیست که مثال از امو دخترای اگر او خالش باشد یا کسی که باشد، دخترای فاطمه همه اونها خواهرای احمد می شوند دیگر. ولی برای محمود یعنی برادر احمد اونها بیگانند. یعنی محمود میتواند که از دخترای فاطمه هر کدامش که بزنی بگیرد، هیچی باکی ندارد، درست است. فقط برای احمد نادرست است که وای از این خالش مقصد شیر خوردگی است. سوال دیگر: من پیش نمازم را با قضا میخواندم، اما از روزی که با آدمانی بد دوست شدم دیگر نمیخوانم. از روی زیاد سیاه شدن دیلم. یک روز گفتم که شاید خدا نباشد. بعد چند روز به خود آمدم، توبه کردم. بابا جان التماس با من مصلحت ده، چیکار کنم؟ برادرای عزیز و گرامی، حقیقتا وقتی که همنشیناتون همنشینای ناخوب باشد، انمی خیلی فکرهای بعد در ذهنتون میاد که همین نعوذ بالله خدا هست یا نه، همین قیامت راست است یا دروغ، جنت راست است یا دروغ. مقصد همین خیلی فکرهای بی‌معنی در سرهای شما آمدن میگیرد. زیرا که ما در آیت قرآن داریم که وقتی شما اگر از پند و نصیحت ای گوش کردن اینها اگر دور باشین، هر آینه با شما شیطان یار می شود. وقتی شیطان که یار شید، انمی فکرها را و در ذهنتان آوردن میگیرن. ولی از زمان یک بیدار میشه که چند سال گذشت، خدا پرده کنه به این فکرها و به این نقطه و به این نظرها، شما ایدین هم بیگانه میشین. همون پسر نوح با بدان بینشست، خاندان نبوتش گم شد. همون بچه حضرت نوح پیغمبر به آدمای بد کشیش. ببین از خاندان پیامبر حتی خدا بیرونش کرد، گفت دیگر این بچه تو نیست، لیس من اهلیک، این ای فرزندت نیست. گفت دیگر این تو فرزند خود نخوان. از همنشینی آدمای ناخوب حتی از خاندان پیغمبر خطر زدن. برای همین برادرای عزیز همنشیناتون ببینین کیا هستن. این خودت علاقه با زبان خودت میگوی که همنشین تر به کدام حالت آورد که تو نماز قضا نداشتی، حتی تا جای آمد که علاقه خدا را منکر شدگی، دیگر چی مان برای تو؟ برای این خلاصت برار که یعنی انتخاب راه خطا های از اینها توبه کن دادری عزیز، به اصل اولت برمیگرد. انشاءالله توبت پیش خداوند قبول میشه. سوال دیگری که آمده است: ما در یک کارخانه 6 نفر کار میکنیم، 5 نفر یک نفر رو مسخره میکنیم.
حال آدم مسخره میکردگی در قیامت چی هست؟ اکو خیلی خداوند در قرآن لا یسخر بعضم بعضا گفته است. شما یکدیگر را مسخره نکنید، زیرا که خداوند هر کسی که اگر یک کس مسخره کنه او را ظالم خواندگی و الله در قرآن آدمای ظالم لعنت گفتگی. برای همین یکدیگر را مسخره نکنید هیچگاه. این کارم البته به البته کاری بسیار گناه است و بسیار کاری خطا است. همون ویلو لکل همزة لمزه، انامین آیت همزه و لمزه که در قرآن آمدگی است، انامین مسخره میگه با چشم، مسخره با زبان، مسخره با دست. خدا گو کسی که دیگر را با چشمش مسخره میکنه یا با زبانش مسخره میکنه یا با دستش طرف یگون نغمه و مسخره میکنه، خدا گفت که ویلول، بین انمون وادی ویل، انمون وادی پر عذاب، همون وادی که در جهنم حرارتش ای دوزخ در دیده بدتر است، میگد این جای انمین آدمای مسخره کنه. سوال دیگر، یک امکمون 12 سال شد که با ما قهری است، نماز نمیخواند. ما با او سلام میتیم، به خانهش میریم، از او بخشش میپرسیم. انا به خاطر پدرمان زیاد زارش میکنیم، او با ما صحبت نمیکنه. شما چی مصلحت میتین؟ خیلی شما چیزی که منم اگر مصلحت میکردین که چیکار کنیم، ما میگفتیم برین شما سلام علیک کنین، خیلی اگر کمبودی گذاشته باشه بخشش پرسین. لیکن مادامی که رفتین شما به خاطر پدرتون از او مقصد عذرخواهی کردین، سلام کردین، یگون کمبودی گذاشته باشد مرا ببخشین. وقتی که اکو اهمیت نداد و شما قطعی تماما حرمت نکرد، دیگر برادر عزیز شما آنچه که به ذمتون بود ادا کردین، دیگر حوالش با خدا کنین. در مهاجرت، سوال دیگر، در مهاجرت در زواد کلبسه گوشت خوک در بخش شستشوی همان اپارات ها کار میکنیم، آیا معاش ما حلال است؟ بله حلال است. شما اگر به شرط در هر جایی که کار کنین، در روسیه، در مملکت هایی که شما میرین، همچون یک آدمی بگیم که از راه اجاره که کار میکنین، برای همین مبلغایی که شما به دست میارین چی باقی نداره. ولی ما کتابی مشهور داریم به نام خلاصة الفتاوا، در همون جا آمده است که مقصد چی خوگبانی میکند، چی مثال همین را کشتن و در هر کشتگیش یک مبلغی میگیرد، یا گورکنی میکند، یا یگان بگیم کلیسای میسازد. همین ها را مقصد در اونجا وقتی که شما انجام دادین، یا یک حاجت خانه میکنی برای او، یا برای او یگان بینای رستوران میسازی. یعنی در هر کدام این وقتی که شما حق میگیرین، این حق ها برای شما حلاله برادر عزیز. فقط به هر حالم که باشد احتیاط کنین، احتیاط کنین که مقصد باز از خوردن همون گوشت خوک و از خوردن همون مثال کلبسه ها و از همونا بسیار احتیاط کنین. لیکن در فتوا معاشی که میگیرین برای شما حلال است. خب طفلی که تولد می شود و 3 روز بعد می میرد، آیا برای او حقیقت کنیم یا نه؟ ضرورت نداره. فرزندی که اگر تولد شد و مرد، شما فقط برای اون نامگذاری کنیم برادر عزیز، و یگان صدقه و احسان برای خاطر همون موی سرش مثال کنین. اگر تا 3 روزگیش شما مثال اذان دادین، خب موی سرش تراشیدین، به وزن او مقصد شما یگان مبلغ 50 سامان یا 100 سامان دادین، نامش گذاشتین، اگر عقیقه از روز 7 سر می شود. مادامی که تا او روز نرسید، دیگه عقیقه از گردنتان
ساقط برادر عزیز. سوال دیگر: زن فهمد که شوهرش با مردها همخوابگی میکند. این گپ را با خسور خوشتامنش گوید. شوهرش گوید که برای این کارت من از تو راضی نیستم. خدا در دنیا و آخرت تو را سوزاند. آیا این دعای شوهر قبول می شود یا نه؟ خدا پرده کنه. اکنون من برای چی این سوال خواندم که این سوال ها تکرار به تکرار می شوند و الا من از همین که سوال ها را خواندن انا برادرها و خواهرای عزیز راستی بسیار نفرت می آید که مردی که با مردها مقصد همخوابگی میکنه و وقتی زنش آگاهی پیدا کرد پدر و مادر هم مرد آگاه کرد که مقصد فرزند شما همینه. الله پرده کند. بعضی چیزهای از این دو وزنی تر من گویم آگاهی دارم، ادرس دارم، لیکن نمیخواهم که این چیز از زبان من بیرون شود و نمیخواهم که مقصد شاید این سخنها را بعضی ها شنوند خیلی آدمی بناموس و بننگ باشد خیلی غمگین می شود. برای همین خواهر عزیز مقصد ببین که اگر توبه کند شوهرت سیر شب بپوشان، توبه کند. اگر توبه نکند خیلی در این حالت میتونه که برای پیشگیریش کلانتراش بگوی تا که مثال از همین کار این شوهر شما را پس بگرداند. خب سوال دیگر: در وقت نماز در کیسه‌ام چیزی به نماز باشد، بعد نماز به یادم رسد، آیا نماز را از نو میخوانم یا نه؟ بله، اگر یگان چیزی به نماز اگر در کیسه شما باشد یا اینکه خود لباسی تو به نمازی نماز میخوانی بعد یکی به یادت میزنه، انا اینجا تو باید که چیکار کنی؟ باید نماز از سر خوانی. خب سوال دیگری آمده است: بابای حاجی، در مسافرت نماز را قصر خوانیم یا جماعت؟ برادرای عزیز و گرامی، در مهاجرت شما نمازها را که مادامی که نیتتان 15 روز زیاده نمازاتون را پر کنید. لیکن اگر به شرط نیت شما 15 باشد یا کمتر باشد شما نمازها را قصر میخوانید. انشاءالله در پیش من سوال ها به نهایت زیاده. اگر خدا خواهد با این سوال و جواب ها اکتفا میکنیم، زیرا که الکی حس کردیسم که دیگر سوال خواندن و جواب دادنش در تواناییم دیگر نمونده است. برای همین میخواهم که هر یک سوال هم خوب خوانم و هم با پرگی جواب گویم. از همین لحاظ اگر برای هر کدام اینها اینقدر مثال وقتم یا اینکه قوتم نارسایی که دارد، از همینجا من صحبت قطع میکنم. خدای مهربان دادرای عزیز عمرهاتون دراز کنه و ایماناتون کامل کنه و الله هر جا که باشید نگهبانتون باشد. سوال هاتون باز هم میگم در همین شبکه نور تیوی برادرها ارسال کنین. خدا خواهد اینا من با همون مقدار تواناییم که چی مقداری که قوت شرایطم رسد من آهسته گفته استم. الکی با فکرم ممکن که قریب از 20 سوال و جوابم زیاد شده باشه. برای همین انشاءالله در هر یک سوال جواب من اگر تا 20-25 سوال برای شما جواب گویم، خدا خواهد اینش هم به خیر ما و شما است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.